سلام، امیدوارم خوب باشین. امروز میخوام یه آموزش دیگه از جعبه ها بدم. یه جعبه‌ای که با همون کاغذ خودش یه در داره و به این صورت توی هم قفل میشه. باز شدنش هم به همین راحتیه. من توش پسته ریختم به این صورت. خب بریم با هم درستش کنیم جعبه رو. اول از همه اندازه کاغذ رو من بهتون نشون بدم. یه کاغذ مربعی 16x16 استفاده میکنم. روی سفید کاغذ رو میذارم بالا. این قسمت رو به این قسمت وصل میکنم. یه خط تا اینجا میزنم. بعد بازش میکنم. حالا من میخوام لبه های این اضلاع رو وصل کنم به همین خط تای وسطی که زدم. یعنی این لبه رو میرسونم به این لبه و یه خط تای 45 درجه میزنم. این لبه رو وصل میکنم به این لبه. این سمت هم همینطور. حالا یه خط تا میخوایم حدودا اینجاها بزنیم، ولی این خط تا باید موازی با این باشه. برای این کار این لبه رو میرسونم به این خط تایی که از قبل زدم به این صورت. در عین حال این دوتا تای تقاطع که دارین میبینین باید بیاد روی این دوتا خط تا. بازش میکنم. همین کار رو برای این ور و این ورم انجام میدم. کاغذ رو به این صورت قرار میدم. این خط تای اولی که زدم اینجوری به صورت افقی قرار میگیره برای من، جلوی من. حالا من میخوام یه سری خط تای دیگه اینجوری و اینجوری درست کنم، ولی چون جهتش عوض میشه و میخوام حواسم باشه اینو با خدچین میزنم براتون که من دیگه فیلمو تند کنم. یعنی این که به این صورت افقی هست، یه خط تا از این نقطه میخوام وصل کنم به این نقطه. یه همچین حدود خط تایی میشه. این سمتم به این صورت در میاد، این سمتم از این نقطه میاد به این شکل در میاد، این سمتم از این نقطه تقاطع میاد به این صورت در میاد. خب حالا برای این کار میخوام از این ور شروع کنم. اینو میچرخونم رو برای خودم. این لبه رو، این نقطه لبه رو میرسونم به این لبه که قبلا تا خورده. وقتی که رسوندم با این انگشتم نگه میدارم و فقط از همین قسمت تقاطع خط تاهای قبلی یه خط تا میزنم، میچرخونمش دوباره. این و اونم انجام میدم. حالا کاغذ رو میچرخونم. حالا خط تایی که میخوام درست کنم، ببینید من اینو از اون سمت، این خط وسط رو، اولین خط تا رو از اون سمت تا زدم و برای این سمت آبی شده حالت قله. حالا اینا باید تبدیل بشه به دره به این سمت آبی و یه دونه خط تا هم این قسمت و این قسمت میزنم به این صورت که این لبه رو میرسونم به این
اینو به این صورت تا میزنم، این سمتم همینطور، فقط همین دو سمت. حالا اینو میچرخونم به سمت خودم، دوباره اینو میرسونم به این و من اینجا و اینجا یه خط تا میزنم. به این صورت. حالا دوباره کاغذ رو بر میچرخونم، این خط اولی که زدم به این صورت قرار میگیره. حالا دیگه میخوایم جعبمون رو ببندیم. این به صورت قله هست. این مربعی که اینجا میبینین میشه کف کار. اینو میارم جلو، به این صورت میبندمش. این و این میره زیر، این لبه میره زیر و این میچرخه. اینو میذارم روی به این صورت. از اینجا فکر میکنم اینجوری واضح تر بشه. یه همچین حالتی باید درست بشه. این زلش تمام شد. حالا این بر مثلثی که اینجا بود میاد و این سمت هم میچرخه. حالا اینو میبرم زیر. این هم میاد به این سمت. حالا به خاطر اینکه اون زیر بهتر بشه خط تا رو اون زیرم کامل میزنم، میرسم به این زیر، بازش میکنم دوباره از این گوشه میارم بالا، به این صورت و میمونه گزینه آخر. اینو میچرخونم میارم اینجا. این همون کار اولی که انجام دادیم باید واسه هر 4 تا تکرار بشه، هر 3 تایی باقی مونده. اینو میارم بالا، این به صورت قله میشه. این میاد اینجا، این از این قسمت ها میخوره. و اینجوری حالت بسته پیدا میکنه، ولی اون تای زیری رو میزنم که این ثابت وایسه. حالا میخوام ببندمش. این اینجا قرار میگیره، این میاد روش، بعد اینو میبندم و بعد این که میاد رو باید بره زیر این. به این صورت میشه. چون برش کاغذ من صاف نبود این لبه ها خوب توی هم چفت نشده و البته کاغذش هم کاغذ مخصوص اوریگامی نیست در حقیقت. پشتش هم به این صورته. بخوایم بازش کنیم این لبه ها باز میشه و اینجوری یه همچین فضای داخلش به ما میده. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه و برام کامنت بذارین.